ما سکوتی بعد شامه خود را سر میکنیم. این سکوت است که روانه شده است با آنکه معینه سر را ما تیار کنیم برای خواب شب. تا در خواب شب به وقوع آیند روش‌های صحت کنندگی، روندهایی که سبب حاصل شوی داروهای بدن ما شوند و ما توانیم که در همین شبی که خواب می رویم هم صحت خیزیم انشای خدا و هم خوابها و خبرهای خوش بگیریم، هم بدانیم که در این روش بسیار بیماری های ما برطرف میشن، هم بدانیم که قوه زیادی در ما جمع می شود و در خواب شب باز عجیبش آن است که ما رابطه میکنیم با عالم های دیگر، از آن جمله با عالم خواب بینی و از عالم خواب بینی ما خبرهای خوش میگیریم که دائم تگ دل ما را خرسند، وقت ما را خوش و روحیه ما را بالیده میگرداند. شب را برای راحت گفتند البته چنین هست و البته چنین میماند که ما و شما دائم به خواب نیاز داریم، چرا که در یک روز انسان اونقدر اطلاعات میگیرد، اونقدر گپی میگیرد، اونقدر گپی میشنود، میبیند، میبوید، میلمسد که همه آن در معینه سر جمع میشود و آن دانش است و آن را تازه کردن لازم است. مانند که شما هرچند که کشت میکنید گندم، کارتوشکه، دیگر نمود میوه‌جات و سبزیجات و آن را همه خیل خام یا ناتیار نمیخورید، آن را شما البته تازه میکنید و معینه سر ما هم چنین است. هر چیزی که امروز شما شنیدید، دیدید، فهمیدید، درک کردید، لمس کردید، بویدید، همه آن در معینه ایستاده است و در شب خواب آن را بدن سرتیراف کرد، یعنی که تازه میکند، چیزی لازمیش میگیرد و چیزی نالازمی آن را میپرتاید، یعنی که موسری انفرماسیونی، موسری اطلاعاتی را پرتافته سبب تازه شوی معینه سر ما میشود. برای این پناه به سوی خداوند میطلبیم و به نام خدای بخشنده و مهربان سر میکنیم، به نیت شفا میشینیم، شکر خدا و شکر وطن امن میکنیم که ما امکانات داریم که سکوت کنیم، مشقای روانی کنیم، زندگی کنیم، طبابت کنیم، دنیا ما را عوض کنیم به خواست خود و البته از جمله کسانی باشیم که در زمان خوشبختی و تنجیب و امانی زندگی میکنیم. خدا کند و چنین وقت، چنین دوره، چنین زمان دائم در وطن ما و در آن مملکت هایی باشد که مردمش این را طلب دارند. بشینید درست آزاد، خدا در بین معینه سر گیرید و آرام شوید. سخنان ما را میشنوید و با سخنان ما و دنیای باطنی خود وارد شوید. ما را نفس که وقتی نفس میگیریم و نفس میبراریم و دنیای بیرون میپیوندد. ما وقتی که حس میکنیم وزن داریم، ما را با زمین میپیوندد. ما حس میکنیم که یک پرده تاریکی که آن را شب میگویند بالای ما را گرفته است و ما شب را حس میکنیم و معینه سر این را حس میکند و داروی ملاتونین خود را حاصل میکند تا که شب خواب رویم درست و راحت. و ما البته وجود خود را حس میکنیم که در داخل خود ما گردش آب داریم که آن به شکل خون و به شکل لیمف است و تامین میکند تمامی بدن ما را از ماده های لازمه و تازه میکند او را از هر گونه آن ماده هایی که ضرر آور بودند، رادیکال هایی که آزاد بودند و آن رادیکال های آزاد سبب بیماری میشدند، امروز برهم خورده نیست شده و پیشاب یا که به واسطه دیگر چیزهایی که از بدن ما بیرون میشوند و همینطور ما تازه میشویم. شما را باز پیوست میکند آواز ما شما را به جهان بیرون پیوست میکند. گاهی آواز ما از دور و گاهی از نزدیک شنیده میشود. با آواز ما شما به دنیای باطنی خود وارد میشوید. ما شما را میگسلانیم و در عالم باطنی شما رهگم نمیزنید. اولین چیزی که ما و شما حس میکنیم این بدن ما و شماست که در دوام روز شدت کرده بود.
نرم کنید بدن خود را، ملایم کنید. نرمی رو سر میکنیم از دست راست نرم و ملایم میشه. نرمی رو سر میکنیم دست چپ نرم و ملایم میشه. نرمی رو از گلو سر میکنیم که امروز ما سخن کردیم. نرمی رو از گوشان سر میکنیم که ما امروز سخنها شنیدیم، آوازها شنیدیم. نرمی رو ما از روی سر میکنیم که چهره ما چهره آدمی در حالت راحت ما قرار گیرد. چشمان خود را نرم کنید. جاهایی که سست باشد بدنتان، در کجای بدنتان سستی حس میکنید آنجا را قوت دهید. برعکس قوای بدن را روانه سازید. نرمی را از تون بغره سر میکنید. نرم کنید حلق خود را. نرم کنید شکم، قفس سینه، دل. نرم کنید غدود زیر معده را، تلخه را، جگر را. شدت زیادتی را از پشت سر گیرید. نرم کنید اساساً شکم را ملایم کنید. وقتی که ما گشوده می شویم شمال کیهان از بدن ما می گذرد. شمال کیهان از خود آفتاب می آید. شمال کیهان از خود آسمان یکم می آید. از خود عرش خدا می آید. دل خود را نرم سازید. وجود خود را نرم سازید. هیچ چیز شما را خلل نمیرسد. بدن خود را نرم ساخته و شما حس میکنید که قوه جاذبه زمین مادر را به طرف خود میکشد. یک دیگر را حس نکنید. سلطه خود را نقبید. آزاد باشید. به دیگر خیرخواه باشید و بدان آگاه باشید که شما می توانید قوه جاذبه زمین را حالا حس کنید. آن سر می شود دستتون ببرد. از دمغازه سر می شود. از دمغازه یک نوری می رود به مرکز زمین.
یک نور عجیبه، نور گراویتاسیونی است، جاذبه زمین است، از دمغازه به مرکز زمین می رود. وقتی که به مرکز زمین می رسد، ما یک تکان سبکی حس می کنیم. و تمام آن نیرویی که در باطن ماست می ریزد به طرف زمین. آن نیروی منفی، آن وزمینی، آن ترس، هراس، هر چیزی که در ما و شما جمع شده بود، حتی که درد، آن رو زمین جبیده میگیرد، چون که زمین قوای گراویتاسیونی دارد و در داخل زمین یک مگنیت کلانه هست. آهسته آهسته همه چیزی که در استخوان کاست جمع شده بود و زمین می رود. از عضوهای مردانه و زنانه، از گرده ها، از روده ها، همه چیزی که وزمین و ناراحت بود و زمین می رود. آن رو قوای جاذبه زمین می جبد. آهسته آهسته حس می کنید که از غدود زیر معده شدت گرفته می شود. از معده، از تلخ، از جگر. مانندی که ساعت قومی، ساعت ریگی هست که ریگش می ریزد، همینطور از درون ما همه وزمینی، همه ترس، همه هراس، همه ناراحتی به طرف زمین رفتن است و نابود می شود. زمین آن رو با قوای جاذبه خود از باطن بسیار نرم شده و گشاده ما جبیده می گیرد. آهسته آهسته به قفس سینه آمده ما حس می کنیم که از دل همه ترس و هراس می رود. وزمینی و سیاهی دل برهم می خورد. و 6 رفته نفس کشی آسان. باری وزمینی از کتفان افتاده از دستان بی برکتی می رود و دستان ما پر برکت می شود. همه درد و ناراحتی ها به طرف زمین می رود و به سوی گلو می رود. خفگی از گلو و وزمینی از پشت سر می ریزد. آهسته آهسته از مغز سر همه ناراحتی ها ریخته. وزمینی های سر، هر چیزی که در آن جمع شده بود می ریزد و راست به مرکز زمین رفته نیست و نابود می شود. آسمان و زمین در بدن ما ملاقات می کنند. نوری عجیبی از تاری سر به طرف دو موازه و استانبهره رفته و زمین می رود. همه سیاهی وزمینی را از بدن ما می گیرد. ما باز برقرار شدیم.
روح ما باز خودش را جا به جا کرد. آن روح پچق شده جای خود را گرفت. باز ما ماننده که یک پفکی را دم میکنند و پفکی چسبیده بود که باز جرقه زده کشاده می شود و باز جای خودش می گیرد. بدن ما چنین شد. آخران گره هایی که شما حس می کنید آنها را بکشایید. گره پشت سر را بکشایید تا روی تازه و بکار درآید. گره گلو را بکشایید تا که نفستان آزاد و آوازتان روشن شود. گره دل را بکشایید تا که شما به مهر شوید. گره شکم را بکشایید تا به صبر شوید. گره دستان را بکشایید تا با برکت شوید. یکی از کلمه های زیبا سلامتی، صلح، مهر، دانش یا که نام های خدا را، اسمای حسنا را استفاده برید و آن را در زبان دل خود بگویید تا فرشتگان خود را ببینید. در خواب شب شما فرشته دار هستید، نه جندار. فرشته ها نهایت دوست می دارند ما و شما را. آنها را از مهرشان می فهمید. هر یک رگ و پیوند ما خبردار شد که شفا می آید. ما انتظار صحتی هستیم. ما می دانیم که اون شب روز هر وقت که خواهد می آید. ما را چون لباس یا سرپوش یا دستپوش یا پاپوش یا چیز دیگر بر این می پوشیم و آن عضو ما را در صحتی و سالمی می قود. بدن ما را صحت می کند. به شکل فرشته می آید. به شکل نور می آید. به شکل فهمیش می آید. به شکل حس می آید. به شکلی که شما فقط میفهمید صحت شده اید و خلاص. هر کس را خاص خودش هست که چه طور فرشته سلامتی را، پرده صحتی را در خود می پوشد. همه زخمهای روحی، همه ضربهای روحی مرهم شدند. ما فراموش کردیم واقع و حادثه های بد را و در یادمان آمد حادثه و واقعه های خوب، دوره های صحتی، باوری که می توانیم صحت باشیم. بخشیدیم تا بخشیده شویم. دوست می داریم تا که دوستمان دارند.
خوبی میکنیم تا با ما خوبی کنند، خیرخواهی میکنیم تا با ما خیرخواه شوند و ما میدانیم که اکنون در دست خود ما هست بسیار چیز. زندگیمان را ما خودمان امروز انتخاب کردیم که این زندگی خوشبختی و سالمی است. اکنون از دل گذرانید دعای نیک را با آدابانه و بسیار با اخلاص. اما شریف از مینی برفت. اوجا تازه شد. ما میدانیم که دعای ما به جواب نمیماند. ما رو انتظاریم. روز تا روز بهتر و خوبتر شدن میگه. روز تا روز شیطی رو میبینیم، خبرهای خوش میگیریم در خوابمان. در خواب بینی به ما بشارت میآید. هر سحر میخیزیم دم گرفته و روشن به یکدیگر خیر خواهیم. در روی یکدیگر میبینیم صحتی را، خوشبختی را و باوری داریم که میتوانیم در این روزها ما یابیم آن نوری را که در تاریکی هاست. ما روشن میکند دلها و قلبهای ما را، دلها و قلبهای مردم را ما با آن روشن میکنیم که این باوریست و امید و مهر و محبت و بخشش است و دیدن صحتی و آینده بینی نیک. شکر خدا و وطن امن. سبک و روشن و دم گرفته، خرسند و آزاد، آسوده، آهسته آهسته چشمان خود را میگشاییم. سبک، روشن، دم گرفته.